bugungi kunda agrar tumanlari در ناحیه اگراری ولایت سرخندریا، چاربوداری، باغداری و کشت پخته و غله برات مانده شده است. لیکن از مبین اینها در ناحیه شیرآباد انارپروری خیلی خوب برات مانده شده است. سال گذشته در ناحیه شیرآباد نزدیک 200 گکتار زمین برای شناندن درخت انار جدا گردید. حالا باشد موسم پرورش انار آغاز یافته است. برای هر یک ساکن 1 گکتار زمین جدا شده به پرورش انار مشغولند و توجه مخصوص ظاهر میکنند. bog'dorchilik, anorchilik bo'yicha shug'ullanayotgan fermer xo'jaliklarimiz ham mavjud. Mana shu در خوجگی خوجمقلوف زیادالله 8 گکتار زمین بوده و پرورش انار مشغولند. از این 2 گکتارش انارزار 10 ساله می باشد. باقی مانده انارزارهای 3-5 ساله می باشند. hamda bugungi kunda bu yerda gektariga 30 از 1 گکتار زمین 30-35 دونه انار رویانده می شود. bular olishadi. چنانه که می بینید در پرورش انار نقش دستان خیلی مهم می باشند. هر یک کوچت انار را بریدن لازم و از هر یک شاخه های زیادتی پاک کردن در کار. اینچنین در هوای گرم و از نور آفتاب نگاه داشتن در کار است. برای همین و بالای هر یک انار کاغذ گذاشتیم. در این صورت ما می توانیم از یک درخت انار از 30 تا 50 کیلوگرم انار جمع آوری نماییم. برای پرورش انار مخصوص جایها تشکیل کرده ایستاده ایم. هر یک انار را با سلفان و کاغذ پیچانیده به درون قوطی های مخصوص جای می دهیم. آنها تا ماه می صفتشان را گم نمی کنند. در ناحیه ما 3-4 تشکیلات صادرات کننده موجود است. آنها از هر یک خوجگی و خود ساکنان انارها را جمع کرده و شهر نووسیبیرسک روسیه صادرات میکنند. برای همه این چیزها برادران تاجیکستانی ما توجه ظاهر کردند. از تجربه یکدیگر استفاده کرده ایستادند. برای همه این تشکر زیاد. به سر ما نیز فکر پیدا شد که دهقانان ما به تاجیکستان رفته از تجربه آنها نیز استفاده کنند. Bu uchun katta rahmat. Mana hozir bizda shunday fikr tug'ildiki, bizda dehqonlarimiz ham borib, sizlar bilan agar ma raft omad va ko'chathoy yakdigar ro ba davlati khish barem, in soha kheli rivoj meyobad. Bu bordi keldi rivojlantiradigan bo'lsa, bu sohani ham yaxshi nasib bo'lsa yo'lga qo'yib olamiz, qamirib olamiz. Nasib bo'lsa inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi.